سلام، به آشپزخونه من خوش اومدید. بیایید با هم نون فانتزی درست کنیم. آردمون رو الک میکنیم، بهش نمک و شکر و مخمر اضافه میکنیم و بعد هم به ترتیب روغن و آب رو حسابی که ورزش دادیم میذاریم 45 دقیقه توی یه مکان گرم تا استراحت کنه و خوب به عمل بیاد. بعد از 45 دقیقه چونه گیری میکنیم و مجدد 10 دقیقه میذاریم تا استراحت کنه. بعد از 10 دقیقه خمیرمون رو باز میکنیم و مانند تصویر رولش میکنیم و بعد هم مجدد میذاریم تا 1 ساعت خوب به عمل بیاد. بعد از 1 ساعت روش رو رومال آب و روغن میزنیم و میذاریم تو فر از قبل گرم شده تو دمای 190 درجه به مدت 20 تا 30 دقیقه تا کامل بپزه. نوش جان. لایک و فالو و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم.